در شهر خوجند مشغولیت‌های آموزشی کورس 3 ماهه زن سرور آغاز گردید. سال جاری با کورس بازآموزی 25 نفر زنان از همه ساختارهای گوناگون شهر جلب گردیدند. معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده در افتتاح مشغولیت‌ها اشتراک نموده تاکید کرد که برنامه مذکور از سال 2017 آغاز شده تا امروز بیش از 150 نفر زنان و بانوان کورس 3 ماهه زن سرور را ختم نموده صاحب گواهنامه شدند و میگوید برنامه پیش از همه برای بلند برداشتن معرفتی عائله‌داری، پیشگیری زوراوری نسبتی زنان و بلند برداشتن مقام زن در جامعه، اشتراک فعالانی آنها در اداره‌کنی دولت، اینچنین بلند برداشتن معرفتی حقوقی آنها مساعدت می‌کند. با مقصد جلب و پیشگیری نمودن زنها به وظیفه‌های راهبری کننده، بلند برداشتن آبرو و نفوذ آنها در عرصه سیاست و افزودن تعداد زنان در وظیفه‌های راهبری کننده، در اساس برنامه و طبق نقشه چاره‌بینی آن همه ساله کورس 3 ماهه زن سرور برگزار می‌گردد که شروع از دوره عملی شوی برنامه این سال 2017 تا این دم 160 نفر زنان و بانوان آن را ختم نموده صاحب گواهنامه گردیدند. امید علیمت و آموزگار دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف یکی از اشتراکچی کورس آموزشی زن سرور می باشد و میگوید که نقشه دارد در آینده همچون زن راهبر فعالیت خود را به راه ماند. از این رو پیش خود مقصد گذاشت که از این کورس باز آموزی گذرد. بنا به نقل وی هر یک زن که خواهشی همچون راهبر فعالیت کردن را دارد باید عاید اداره‌کنی دولت و ساختارهای آن معلومات کافی داشته باشد. باید ذکر نمود که امروز 50% اهالی مملکت را زنان تشکیل می‌دهند و تاثیر آنها با اقتصادیات و سیاست، استواری اجتماعیات نهایت مهم است. دولت با بلند برداشتن مقام و نفوذ زنان در جامعه دقت مخصوص می‌دهد. برنامه تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب دخترانی لیاقتمند برای سالهای 2017-2022 به تصویب رسیده است. ذکر گردید که امروزها در ساختارهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کارخانه مؤسسه‌ها شماره زنان زیاد گردیده در وظیفه‌های گوناگون فعالیت کرده ایستادند. معلومات نشان می‌دهد که امروزها نصف زیادی کارمندان ساحه معارف، علم و فرهنگ، تندرستی و کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند. طبق معلومات‌های آماری به حالت 1 اکتبر سال روان 97660 نفر یا خود 49.2% اهالی شهر زنان می باشند. در وظیفه های راهبری کننده باشد 1216 نفر زنان و بانوان فعالیت می نمایند که این شماره در قیاس به سال 2016 پیش از به تصویب رسیدن برنامه 329 نفر زیاد می باشد. هدف از اشتراک من در این کورس ها در آن می باشد که می خواهم در آینده همچون سرور، همچون راهبری یگان تشکیلات یا یگان کارخانه وقتی که فعالیت بردن را آغاز می کنم دانشی موافق، دانشی مکمل در این جاده در روند اداره کنی یا زن سرور بودن داشته باشم. برای همین امروز با یک افتخارمندی با یک سربلندی آمده در این کورس های آموزشی اشتراک کرده ایستادم. امروزها در مؤسسه‌های ساحه معارفی شهر از 50 دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی 34 نفر یا خود 68% را زنان تشکیل می‌دهند. در 50 مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی باشد 100% زنان و بانوان به حیث مدیر مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی فعالیت برده ایستادند. از تعداد عمومی 16 مؤسسه‌های ساحه تندرستی شهر 7 عددی آن یا خود 43% را زنان راهبری می‌کنند. تعداد زنانی که در مؤسسه‌های بانکی فعالیت کرده ایستادند بیش از 1000 نفر می‌باشد. ما کوشش کرده ایستادیم که صف چنین زنان راهبر زیاد کرده شوند و برای آنها استادان، زنان سیاستمدار، زنان موفقی که در پیشبرد همچون زن راهبر سیاستمدار در پیشبرد این یا آن ساحه سهم نظرش دارند با آنها درس میگویم. من تمام نازکی های راهبری را، تمام نازکی های لیدری را برای آنها می آموزم. اطلاع داده شد که در منصب‌های خدمتی دولتی از 54 نفر در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر 24 نفر زنان خدمتچیان دولتی بوده. از این در منصب‌های راهبری کننده 7 نفر زن راهبر میباشند. در شهر خوجند الحال از حساب زنان 1 نفر عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، 2 نفر زنان وکیلان مجلس نمایندگان مجلس
مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، 2 نفر وکیلان مجلس خلق ولایتی سوخت. در مجلس وکیلان خلقی شهر از 40 نفر نمایندگان مردمی 15 نفر یا خود 37.5% را زنان تشکیل می‌دهند. گزارش فرزانه شمسی و شهزاده ایوبova و نعیم جان ایوبov برای برنامه اطلاعاتی خبر.